مدت طولانیه که یه احساس سنگینی و گرفتگی تو عضلات پشتت داری. مراجعه کردی، پزشکا عکس گرفتن، گفتن چیز مهمی نیست، اما طولانی شده، مزمن شده، خسته کننده شده. ادامه ویدیو رو ببین تا بگم مشکل از کجاست و طب سنتی چه راهکارهای عالی و راحتی برای رفع این مشکل داره. به نام خدا. سلام، دکتر محسن ستاری هستم، دانش آموخته طب سنتی. اگر به مطالب کاربردی و بالینی طب سنتی علاقه‌مند هستید، کانال رو سابسکرایب کنید و اگه میخواهید خیلی زود از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید، اون زنگوله رو روشن کنید. تقریباً همه ما گرفتگی یا دردهای عضلانی رو در طول عمرمون تجربه کردیم. دردهای عضلانی بستگی داره به شرایط خاصی مثل مزاج شخص، تغذیه شخص یا سبک زندگی و رفتارهایی که شخص داره، مثل دردهایی که ورزشکار حرفه‌ای بعد از فعالیت‌های سنگین یا تمرین‌های سنگین دارن، یا کسی که فعالیت زیادی انجام داده، بدنش گرمه، یه نم عرقی هم به بدنش نشسته، حالا میاد در مقابل باد سرد قرار میگیره، مثلا جلوی کولر میشینه. خب این دردها رو همه میشناسید. خصوصیتش اینه که این دردها معمولاً به زودی رفع میشه، اما صحبت من اون درد مزمنیه که معمولاً تو نواحی پشت احساس میکنید. یه درد خیلی فشارنده است، گرفتگی داره، دوست دارید یکی براتون بیاد مشتمالش بده، با مشتمال احساس میکنید بهتر شده و واقعاً این درد مزمن خستتون کرده. خب باورتون نمیشه اگه بگم بازم اینجا پای معده در کاره. موافقید اینجا بیاد با من همراه بشید، فیزیولوژی این درد رو با هم دیگه مرور بکنیم و دنبال رفع علت و سبب این درد باشیم. اینکه با یه مسکن یا با یک دارویی فرض کنید برای مدت کوتاه این درد رفع بشه که مشکلی حل نمیشه، مجددا برمیگرد. دلیل اصلی این حالت که در طب ما بهش قولنج میگیم و همه شما این اصطلاح رو شنیدید، اینه که بعضی از معده هایی که ضعیف هستن، یعنی هضم قوی ندارن، یا نه شخصی که معدهش خوبه اما روی همخوری کرده، پرخوری کرده، همراه غذا مایعات خورده، به خصوص آب یخ خورده، باعث شده حرارت معده بیاد پایین و اون هضم درست اتفاق نیفته. در این حالت اون رطوبت هایی که ناشی از هضم غذا هست خوب تحلیل نمیره و وقتی که متصاعد میشه در حقیقت با تأثیر روی این عضلات حالت گرفتگی ایجاد میکنن. در طب ما به اینها میگیم ریاه غلیظ. بذارید یه مثال واضح‌تر براتون بزنم. همین آبهای سطحی که روی زمین هست تو تابستون تبخیر میشه، تحلیل میره بالا، اما شما هیچی نمیبینید چون گرما واقعا باعث میشه کامل اینا تحلیل برن. اما اگه هوا سرد باشه اینا وقتی میرن بالا در حقیقت به دلیل هوای سرد دوباره متراکم میشن و ابر میشن. تو معده شما همچین اتفاقی میفته، یک ریاه غلیظی مثل ابر تجمع پیدا میکنه، وقتی متصاعد میشه روی عضلات اثر میذاره، این گرفتگی ایجاد میکنه. به همین دلیل که شما با حالت مشتمال که براتون میدن احساس خوبی پیدا میکنید. دیدین اینجا هم پای معده در کاره. حالا راهکار چیه؟ یک، اول از همه آداب تغذیه رو رعایت کنید. تکرار نکنم دیگه، روی همخوری نکنید، پرخوری نکنید، مایعات با غذا نخورید، سالاد همراه غذا نخورید. سالاد نمیشه با غذا خورد، سالاد سرده، حرارت معده رو میاره پایین، خامه، نمیشه با غذا خورد. یا نیم ساعت قبل از غذا یا 2 ساعت بعد از غذا که معده خالی شد از غذای قبلی میتونید سالاد بخورید. اونم سالادهای لطیف مثل سالاد کاهو، سالاد خیار و گوجه با پیاز، با نعنا، با ادویه‌های خوب که گرمش کنه. اگر هم اصرار دارید، رژیم دارید، میتونید مثلا امروز به جای غذاتون سالاد بخورید. اصرار نکنید سالاد با غذا بخورید، هر 3-4 وعده یه وعده سالاد بخورید. پس این آداب رو رعایت کنید. قدم بعدی، خوابتون رو درست کنید، چون بهترین هضم در خواب اتفاق میفته. کبد، کلیه، ریه و معده همه کار اصلیشون رو تو شب تو خواب عمیق انجام بده. وقتی بیدارید اینا نمیتونن هضم خوبی انجام بدن، مجددا این اخلاط تو بدن به این شکل در میاد. اگه یبوست دارید حتما رفعش کنید. در کنار همه این کارا رو که انجام میدید و بعد از قاعدتا چند روز نتیجه رو میبینید، یک مشتمال حسابی منتها نه دست خالی با روغن
محلل که بهترین روغن محلل بابونه است. حالا میتونید بادکش هم انجام بدید که دیگه چه بهتر. پس عزیزان توجه کنید، قولنج یا گرفتگی عضلات این پشت این مشکل شایعه. باورتون نمیشه چقدر به مطب مراجعه میکنن با این ناراحتی. بعضیا با نگرانی که فکر میکنن ناراحتی قلبیه. همه آزمایش‌ها رو انجام دادن، هزینه کردن، وقتشون هم تلف کردن، نتیجه نگرفتن. وقتی من بهشون میگم از معدتون، انقدر خوشحال میشن که مشکل مهمی نیست و معمولا هم بعد از یک هفته رفع میشه با همین آدابی که گفتم. پس یادتون نره همه جا پای معده در کاره. آداب تغذیه رو رعایت کنید و سایر دستورات رو انشالله انجام بدید. این ویدیو مهم رو لایک کنید، گاهی گوش کنید. حتما برای کسانی که این مشکل رو دارن بفرستید، حتما خوشحال میشن از شما. اگرم سوالی دارید حتما تو کامنت ها بپرسید، خودم پاسخگو هستم. معتدل باشید.